درود بر شما دوستان عزیزم. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. امروز روی صحبت من با تمام ایرانیایی هستش که ایران رو ترک کردن، از ایران مهاجرت کردن، در کشورهای اروپایی، آمریکایی، استرالیا و جای دیگه دنیا ساکن شدن و زندگی خودشون رو از سر شروع کردن. خب همونطوری که میدونین حدود 7 الی 8 میلیون ایرانی در حال حاضر خارج از ایران زندگی میکنن. اکثرشون بالای 99 درصدشون اصطلاح قانونی پپ نیستن، یعنی politically exposed person نیستن یا افراد سیاسی نیستن، افرادی نیستن که در سیستم حکومتی ایران فعال بودن. افراد عادی هستن، برای زندگی بهتر، برای فرزندانشون، برای تحصیل فرزندانشون، آینده خودشون و فرزندانشون مهاجرت کردن و در حال حاضر در خارج از ایران به یه سری مشکلاتی برمیخورن. یکی از عمده ترین مشکلاتی که ایرانی‌ها بهش برمیخورن تو خارج از ایران مشکل افتتاح حساب بانکی هستش، یا کلاً به صورت کلی امور بانکداری. تحریم هایی که علیه رژیم ایران شده قرار نیست و قرار نبوده در حقیقت روی پیکانش به سمت افراد عامی و عادی ایرانی باشه. من و شمایی که خارج از ایران زندگی میکنیم این تحریم ها نباید شامل ما باشه و طبق نص قانون این اتفاق نباید بیفته. حالا اتفاقی که افتاده، بانک ها به خاطر اینکه خودشون رو در جای امنی قرار بدن معمولاً دوری میکنن از کار کردن با ایرانی ها، به خاطر اینکه میترسن که نکنه این ایرانی که دارن براش حساب باز میکنن یا این ایرانی که الان کارای ترانسفرهای مالی داره انجام میده یا داره پول دریافت میکنه یا پول داره پرداخت میکنه به جای دیگه دنیا مشکل داشته باشه، نکنه که داره تحریم ها رو دور میزنه. برای همین براشون خیلی راحت‌تر و ارزونتر هستش که کلاً اصلا ایرانی‌ها رو قبول نکنن از روز اول. و شما وقتی که میرین حساب بانکی باز بکنین به شما میگن که ما متاسفانه برای شما اصلا حساب باز نمی‌کنیم. معمولاً توی آلمان این اتفاق خیلی افتاده، تو بانک دویچه بانک که معروف هست به ضد ایرانی بودن. حالا بانک‌هایی مثل شپارکاسه هستن و بانک‌های دیگه‌ای که یا مثلا میلینیوم بانک که یه مقداری ایرانیان فرندلی تر هستن، ایرانی‌ها رو بیشتر دوست دارن و براشون حساب باز میکنن. یه خبری که میخواستم به شما بدم اینه که بانک‌های خارجی مخصوصا بانک‌های اروپایی به هیچ عنوان اجازه ندارن برای شما حساب باز نکنن، ولی اینو شما نمیدونین. شاید هم تا الان نمیدونستین. هر وقت میرفتین بانک حساب باز بکنین بهتون میگفتن که ما برای ایرانی ها حساب باز نمی‌کنیم، تشکر میکردین رو اون به هر حال نجابت ایرانی که هممون داریم، تشکر میکردیم و از بانک خارج میشدیم. اما بهتره که دیگه میزو برگردونیم از این به بعد. ما هم سالهای زیادی که از ایران خارج شدیم، الان از تحریم ها سالهای زیادی هست که داره میگذره. ما هم باید دانشمون بیشتر شده باشه، ما هم باید ابزارهای بیشتری داشته باشیم برای اینکه از حق و حقوق خودمون در خارج از ایران بتونیم دفاع بکنیم. رو همین حساب میخواستم خبر خوب بهتون بدم که شما اجازه دارید و بانک ها اجازه ندارن که حساب باز نکنن برای شما. شما اجازه دارین که حساب باز بکنین در تمام بانک های اروپا. در آمریکا حالا ما اوفک رو داریم، یه سری سیستم هایی داریم که به خاطر اینکه تحریم ها اوریجینالی از آمریکا داره میاد، یه مقداری بانکاشون اگریسیو تر هستن و در حقیقت بولی میکنن یا زور میگن و خیلی سخت میشه در برابرشون وایساد. اما اتحادیه اروپا یه تفاوت عمده‌ای که با آمریکا داره اینه که به خاطر اینکه از مجموعه کشورهای مختلف تشکیل شده و قوانینش متفاوت هست با قوانین آمریکا، یه مقداری قانوناش فلکسیبل تره
و روزنه های بیشتری توش وجود داره که شما بتونین بانک ها رو مجاب بکنین که برای شما حساب باز بکنن، یا اگه پولتون فریز میشه، بلوکه شده، بتونین از طریق حالا رایزنیایی که میکنین و اطلاعاتی که به بانک میدین و صحبتایی که باشون میکنین، ایمیل هایی که میزنین، البته زیر نظر وکیل، بتونین پولای فریز شده و بلوکه شدهتون آزاد بکنید. من نمیخوام امروز بهتون آموزش بدم یا در حقیقت کلاس آموزشی این باشه که چی کار باید بکنین که حساب بانکی بخواین باز بکنید، یا اگه پولاتون بلوکه شده باشه به چه صورت باید عمل کنین، چون یه ویدیوی طولانی میشه و بحث امروز ما اصلا بحث دیگه هست. امروز فقط میخواستم بهتون بگم که این حق رو شما دارین که بتونین حساب بانکیاتون رو باز کنین و ترانزکشن های مالیتون رو بتونین رگولیت کنین، بتونین هماهنگ بکنید بدونی که ترسی داشته باشین. حتی میتونین از ایران خونه فروختین به صورت قانونی وارد حساب بانکیتون بکنین در اروپا و خیلی مسائل دیگه. این حق و حقوق خودتون رو بدونین. ما یه وبسایت داریم استاد اند پارتنرز که میتونید اطلاعات بیشتر رو روی وبسایت ما مطالعه بکنین. یک کتاب کامل جامع راهنمای امور بانکداری به نام سکند کلاس سیتیزن من دارم می نویسم، یا شهروند درجه 2، که این شهروندهای درجه 2 که ما الان شدیم در سایر دنیا، که من احساس میکنم در کشور خودمون شهروند درجه 3 هستیم، ولی در خارج از ایران حداقل شهروند درجه 2 هستیم. این شهروند درجه 2 حق و حقوق خودش رو بدونه و بتونه از حق و حقوق خودش دفاع بکنه. امور بانکداری یکی از اون شاخه هایی هستش که شما میتونید دانش خودتون رو بیشتر بکنید. نباید بترسید از بانک ها، نباید خجالت بکشید از اینکه ایرانی هستید، بلکه اینجا اروپا هست، قوانین حقوق بشری وجود داره، قوانین انتی دیسکریمینیشن وجود داره، بالای 15-16 تا قانون وجود داره که بانک ها به شما هیچ وقت نمیگن که پشت اون قوانین قایم شدن و هیچ وقت این قوانین رو به روی شما نمیارن. ما پرونده های زیادی رو داشتیم که در امور بانکداری توی بلوکه شدن اموال ایرانی ها تو بانک ها و یا در عدم تمایل بانک ها به افتتاح حساب بانکی براشون، ما این پرونده ها رو بردیم اینجا و همچنان هم به صورت فعال مشغول هستیم به هموطنان خودمون خدمات میدیم. اگر تاجر هستید، اگر بیزنسمن هستید، وکیل هستید، کارمند هستین یا بیزنس خودتون رو دارین، در اروپا زندگی میکنید، با حساب بانکیاتون ممکنه به مشکل خورده باشه یا با بانک ها مشکل دارین، یا حتی میخواین حق یک بانکی رو کف دستش بذارین به خاطر اینکه احساس میکنین که به شما بی احترامی کرده، به ما ایرانی‌ها بی احترامی کرده، با کمال میل ما در کنار شما هستیم، با همدیگه پرچم ایران رو بالا نگه می‌داریم. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به من دادین، امروز رو با هم بودیم. حتما تو ویدیوی بعدی اطلاعات بیشتری بهتون میدم راجع به تک تک حقوقی که میتونین داشته باشین در خارج از ایران. سپاسگزارم. روز خوبی رو آرزو میکنم.